درود بر شما. در استودیو با شما سویما سعیدова هستم و برنامه خبری پیام نیوز را تقدیمتان میکنم. حالا توجه کنید به سرخط خبرها. بیش از نیم میلیارد دلار قرض تاجیکستان برای ساختمان یک راه 75 کیلومتری. 500 مهاجر تاجیک بدون علاقه با خانواده. 40 دختران اینترنت ندارد. سازمان فدراسیون امور زندانی‌های روسیه از نگهداری 7000 زندانی تاجیک در زندان‌های این کشور خبر داد. می‌پردازیم به شرح خبرها. حکومت تاجیکستان قصد برای ساختمان قطعه 44 کیلومتری راه ماشینگرد آبی گرم نورآباد از بانک اروپایی تجدید و رشد 150 میلیون دلار قرض گیرد. حالا لایحه سازشنامه قرضی تهیه گردیده با وزارت و اداره‌های دخلدار برای امضا فرستاده شده است. قبلا انیخترش ماه دکبر سال گذشته بانک آسیایی رشد از جدا کردن گرانت در حجم 110 میلیون دلار برای ساختمان قطعه 30 کیلومتری این راه ماشینگرد، همچنین بنیاد 30 کیلومتر راه‌های دوم درجه بین دهات راه آبی گرم و نورآباد خبر داده بود. ساختمان راه 75 کیلومتری کنار آبانبار روغن به 3 قسمت جدا می شوند. بانک آسیایی رشد و فوند رشد بین المللی سازمان کشورهای صادرکننده نفت همراه با بنیاد قطعه 30 کیلومتری راه از آب گرم تا تاج قمر از جمله 2 نقب با مسافه عمومی 3 کیلومتر مبلغ گذاری می کنند که تقریباً 178 میلیون دلار ارزیابی می شود. برای بنیاد این راه حکومت تاجیکستان همچنین با جلب قرض بانک آسیایی سرمایه‌گذاری زیرساختاری درخواست پیشنهاد کرده است. از حساب مبلغ‌های این بانک ساختمان پل در آبانبار نیروگاه راغون از راه‌های همشفت به آن پیش بینی می شود. همین طور برای ساختمان یک راه 75 کیلومتری حکومت می خواهد بیش از نیم میلیارد دلار قرض گیرد و قرض خارجی کشور را به 3.5 میلیارد دلار رساند. در نتیجه ساختمان هر کیلومتر این راه حدود 3.5 میلیون دلار تقسیم می شود که به مراتب بیشتر از استانداردها می باشد. سبب کوشش های زیاد حکومت برای جلب قرض گرانت ها به ساختمان راه ها را کارشناسان در امکان بیشتری دزدی این پل ها می بینند. یک متخصص راهساز که نخواست نامش ذکر شود به پیام گفت که در ساختمان راه میتوان نیمی مبلغ را غارت کرد و امکان ثابت کردن دزدی در این ساحه بسیار مشکل است، در حالی که با مبلغ قرض و گرانت های برای ساختمان راه ها جلب شده می شود صدها کارخانه ساخت و هزارها نفر را به کار تأمین کرد و راه را هم دیرتر از حساب درآمد انداز از این کارخانه ها ساخت. حکومت ترجیح می دهد قرض و گرانت ها به ساختمان راه ها مصرف شوند. شرکت هواپیمایی بحران زده تاجیک ایر 200 کارمند خود را اختصار و از کار سبکدوش کرد. طور سامانه فرغانه می نویسد منابع این شرکت اعلام کردند علت سبکدوش کردن این تعداد کارمندان وضعیت ناگواری مالی است و این اشخاص باید برای تصفیه حساب به دفتر مرکزی مراجعت کنند. این در حالی است که اکثر کارمندان طی 1 سال اخیر در تعطیل کاری بدون معاش به سر می بردند. گفته می شود اکثر اشخاص سبکدوش شده کارمندان اداری، تکنولوژی و مهمانداران هواپیما هستند و حلبان شرکت هواپیمایی تاجیک ایر برای کار به دیگر شرکت ها رفتند. مشکلات شرکت تاجیک ایر زمانی تشدید شد که امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه دکبر سال 2018 دستور بازرسی عملکرد مالی شرکت را صادر کرد. امامعلی رحمان به اگنتی دولتی مبارزه با فساد مالی تاجیکستان دستور داده بود موضوع خریداری یک هواپیمای بوئینگ 767 با نرخ گرانتر از نرخ واقعیش را سندسازی و تفتیش کند.
همچنین امامعلی رحمان روشن شدن ماجرای 3 ماه پرداخت نشدن معاش کارمندان این شرکت، تأخیر در پرداخت حق استفاده از فرودگاه دوشنبه و قرض مالی آن به شرکت واحد سوزشواری در فرودگاه را خواستار شده بود. شرکت تاجیک ایر به همین دلیل طی سال 2019 تمام پروازهای خود را قطع کرد. از سوی دیگر تنها هواپیمای بوینگ 767 متعلق به این شرکت اکنون برای تعمیر اساسی به خارج فرستاده شده است. دهه 40 دختران ناحیه مومن‌آباد که بیش از 300 خواجگی دارد 3 ماه اخیر به اینترنت مانده است و خانواده ها نمی توانند با مردهای مهاجرشان در تماس باشند. شمار مهاجران دهه بیش از 500 نفر بوده است. یک ساکن این دهه به نام سید محمد نورف با پخش یک نوار در فیسبوک از این مشکل خبر داد. او میگوید 3 ماه است که حدود 500 مهاجر کاری از دهه 40 دختران نمی توانند با خانواده هایشان تماس گیرند. با گفته نورف، ساکنان دهه برای تماس با نزدیکان مهاجرشان باید به مرکز دهه بروند که طول راه تا آنجا 30 کیلومتر است. علیکم و رحمت الله و برکاته. من نورف سید محمد از ناحیه مومن‌آباد دهه 40 دختران. ما طول 3 ماه زیادتر می شود که مشکلی اینترنتی داریم، یعنی که در دهه ما اینترنت نیست. پیش از 3 ماه اینترنت ما یعنی که خوب بود، بد نبود. صحبت کرده با پدر و مادر با دوستانمون میتونستیم، اما متاسفانه بعد از این طول 3 ماه می شود که ما صحبت کرده نمیتونیم و که پدر من یا که همون دوستان من یا برادرای من به ناحیه بیاین، بعد از ناحیه من زنگ بزنم با ما هم صحبت شوند و از احوال یکدیگر ما خبردار شویم که از دهه ما تا ناحیه را تقریبا 30 کیلومتر است. دستگاه پخش اینترنت در دهه را به گفته نورف 3 ماه قبل با بهانه تعمیر کنده بودند و دهه را بدون اینترنت گذاشتند. سید محمد نورف میگوید طبق معلوماتی که ما دریافت کردیم آن دستگاه را در ناحیه دیگر فروختند. او افزود 3 ماه است روی پدر و مادر را ندیدم و هیچ تماسی با آنها ندارم و از حکومتداران خواهش کرد مشکل مردم این دهه را حل کنند. سازمان فدراسیون امور زندانهای روسیه از نگهداری 7000 زندانی تاجیک در زندانهای این کشور خبر داد. با نقل از خبرگزاری تاس، همکنون در زندانهای روسیه 27000 زندانی خارجی نگهداری می شود که 7000 نفر از آنان شهروندان تاجیکستان هستند. با گفته مقامات سازمان زندانهای روسیه، شهروندان تاجیکستان که در زندانهای روسیه دوره محکومیت خود را می‌گذرانند از طریق سیستم ویژه ارتباطی نامه‌های نزدیکان خود را دریافت و با آنان پاسخ می‌دهند. الکساندر پالکین، مدیر سیستم ویژه ارتباطی سازمان‌های زندان‌های روسیه تاکید کرد که در روزهای اول سال نو زندانیان در روسیه 135000 نامه دریافت کردند. مقامات قضایی روسیه اعلام کردند 90% از شهروندان خارجی از جمله تاجیکان در زندان‌های این کشور با جرم قاچاق مواد مخدر، قتل، ارتباط با گروه‌های تروریستی، دزدی و جرم‌های اخلاقی محکوم شدند. گنرال ولادیمیر کالاکولتسوف، وزیر امور داخلی روسیه، ضمن نشست سالانه وزارت امور داخلی تاجیکستان و روسیه در دوشنبه سال 2019 گفته بود شهروندان تاجیکستان همه ساله در روسیه مرتکب 6000 جنایت می شوند. عده از ساکنان شهر بیشکک روز 13 ینور در بینای پارلمان قرقیزستان جمع شده آزادی 4 نفره را طلب کردند که در جریان تنش اخیر مرزی با تاجیکستان در ولایت بودکند دستگیر شدند. اقدام اعتراضی را سازمان جمعیتی مرز تشکیل کرد. تشکیل کنندگان گفتند که پلیس کسانی را بازداشت کرده است که ضد فتنه‌انگیزی شهروندان تاجیکستان صدا بلند کردند. ما طلب میکنیم که 4 بازداشت شده رها کرده شوند. بازداشت آنها فشار روانی و ساکنان بودکند است، گفت بگنظر ایتالیف، رئیس سازمان مرز. شب 10 ینور در مرز تاجیکستان با قرقیزستان نزاع سر زد. آن شب صدای تیر شنیده شده ساکنان نزد مرزی سوی ماشین‌های یکدیگر سرپرتایی کردند. با اطلاع مقامات قدرتی 4 ساکنان قرقیزستان به دلیل اغواگری بازداشت شدند.
ساکنان محلی روز 11 ینور تا نصف روز راه ماشینگرد اوش بودکند اصفهان را بسته رهایی بازداشت شدگان را طلب کردند. سرحدبانان تاجیکستان و قرقیزستان روز 12 ینور گفتند اوضاع در مرز دو کشور مرکب ولی زیر نظارت باقی میماند و دیگر صدای تیراندازی به گوش نمیرسد. سرریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان و کمیته مرزبانی قرقیزستان گفتند که پاسبانان از دو طرف مرز گشت زنی را ادامه می‌دهند و جنجال و کشمکش دیگر دیده نمی‌شود. اینجا پایان برنامه امروزه ماست. از آنکه تا این لحظه با ما بودید تشکر میکنم. موفق و سربلند باشید تا روزی دیگر در پناه خدا.